السلام علیکم برادران و خواهران عالی قدر. بسیار سوال ها بود که سیزن کی سر می شود. سیزن من راستی نمیدونم که انیق چگونه به شما جواب دهم، برای آن که در ولیک بریتانیا قریب که 12 ماه سیزن است. گویم خطا نمیکنیم. برای چی؟ برای آن که همه وقت در ولیک بریتانیا کار است. به نزدیکی جمعآوری کلوبنیک سر می شود، کلوبنیک مالینا، نه که این جمعآوریش تا قریبی آگوست سپتامبر دوام میکند. با سوال ها شد که ما می توانیم که انتخاب کنیم کار کجا اگر که ما معقول باشد همونجا رویم. نه، نمیتونید. برای آنکه کارگزاری و سفربرکنی شما به عهده شرکتی که شما انکیت میسپارید، همون خودش شما رو نزدچت میکند. کجا جای کار خالی های همون شما رو سفربر میکند. با بود سوال ها که اگر ما زمستان با ولیک بریتانیا سفر کنیم چی میشود؟ کار هست؟ البته 12 ماه در اینجا کار است، زمستان هم کار است. البته اگر که یگان سوال ها باشد، یگان نافهمی ها باشد، حتما در کامنتاری ها نویسید. من وقتی افته به شما جواب میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.